اووزخون و شیرینکار توجه قدم قربان با عبود و منفرج کردن روی 18 کیلومتری چگم کولوب آغاز کرد. روی زادگاه قدم قربان با شرافت هنرنمایی او همچون روی 18 پاوروتا مشهور شده است. درباره به چنین کار خیر اقدام کردن قدم قربان در فیسبوک شاعر شناخته توجک خیرالدین خیراندیش خبر داد. قدم قربان با عبود و اسفالت پوش کردن روی 18 کیلومتری چگم کولوب آغاز کرد. این آرزوی در انتظار اهالی زیاده از 5000 نفره دیههای چگم بالو، چگم میونه، چگم پایان، چگم خرمن، رحمان آباد، تاش بلوق، سیم چکان، ده دروزک، نظربای، بادامتو و تغمگی می باشد. نوشته از خیراندیش و در پایان خبر این دو مصرع را در ستایش قدم قربان نیز اضافه کرده است. رحمت به حضور پشت اجداد قدم، اسفالت شود ز همتش روی چگم. 100 نفر در زیر این خبر به این تشبث نجیب و امر خیری که قدم قربان روی دست گرفته است آفرین خواندند. یکی از کاربران نوشته است که این را بار آخر سال 1991-92 از جانب سردار آن وقته دیو اداره استفاده راههای کولوب سعیدوف با اسفالت منفرج کرده شده بود و بعد آن اینک بیش از 30 سال باز ترمیم نشده است. در هنرنمایش قدم قربان بسیار وقت سنتزاتور را پست و بالا کرده صدای گوشخراش با عذاب در گردش توپ خوردن ماشین را میبرارد و عباره مشهور سر پاوروتای را به زبان میآورد. بسیاری ها میگویند راه پرپیچ به طرف زادگاهش دهه چگم نوای شمس‌الدین شوین به قدم قربان برای ایجاد این حیله ثانوی الهام داده است. قدم قربان یک آوازخوان تویگرد از چگم با طرز عجیب ترانه‌خوانیش شهرت زیاد پیدا کرده است. برخی ترانه‌های او در اینترنت چندین میلیون تماشابین پیدا کردند. خود قدم قربان می گفت ویدیوهای او را در اینترنت مخلصانش میگذارند. ماه اکتبر سال 2023 قدم قربان نخستین آوازخوان از تاجیکستان شد که در برنامه پیسنیت سه دوشه در تهیه یکی از معروفترین شومن‌های روس اندری ملاخوف در شبکه تلویزیونی روسیه یک اشتراک و هنرنمایی کرد.